یک شعری پروین اعتصامی داره، خدا رحمتش کنه. میگه که دزدی حکام، یه شعری هست به نام دزد و قاضی. شعر خیلی قشنگیه، پیشنهاد میکنم این رو بخونید. چندین بیته ولی خیلی قشنگه. دزدی حکام. این حکام رو من تو این ویدیو میخواستم آموزش بدم، این شعر هم به ذهنم اومد، گفتم به شما عزیزان پیشنهاد بدم. دزدی حکام روز روشن است. حالا کلمه حکام رو دقیق و فنی براتون توضیح میدیم. این کلمه حکام که الان تو ذهنتون شاید شبیه کلمه احکام باشه و خیلی هم بجا هست، به این حالت هم میشه نوشت. این درسته؟ به این حالت هم میتونید بنویسید که اینجا بشکنه و بره روی قسمت کاف. حالا من یه سوال میپرسم از شما عزیزان، این قشنگتر یا این؟ چند لحظه به شما فرصت میدم فکر کنید که این مورد یک قشنگتره یا مورد دوم. هر دو قشنگه، داریم میگیم کدام قشنگتره. خب الان که پاسخش تو ذهنتون اومد، واقعیتش اینا هر کدامشون یک جایی زیباییشون بیشتر از دیگریه، یعنی تناسبشون در متنی که ما می‌نویسیم مشخص میشه که کدام زیباتر هست. ولی اگه بخوایم دوتاشون تنها با هم مقایسه کنیم، من خودم اینو بیشتر دوست دارم. ولی اینا هر کدامشون یه جای کاربرد دارن. اینطوری نیست که شما بتونی بگی برای همیشه این زیباتر از اینه. اینطور نیست. در ترکیب‌ها و تابلوهایی که ما می‌نویسیم، تمامی این اتصالات یه جاهایی ما میرسیم که یک نوع اتصال میبینی اگر جاش اتصال دیگه‌ای بگذاری به اندازه اون جذاب نمیشه. بنابراین اینا همشون یادگیریشون لازمه و کاربردشون عالی هست. نگاه کنید الان این مقایسه کنید، توی نوشتن به لازم نوشتنی این سرعتش بیشتره، برای نوشتن این دقت بیشتری لازمه. یه بار دیگه می نویسم، این شعر پروین اعتصامی هم حتما بخونید، شعر زیبایی هست. اصلا کلن اشعار پروین اشعار بسیار ارزشمندیه و حالا برای عزیزانی که نمیدونن عرض میکنم. مرحوم پروین اعتصامی مقبرشون توی حرم حضرت معصومه صلوات الله علیها هست، توی صحن امام رضا علیه السلام. اونجا اگر قم مشرف شدید حتما برای این بانوی فرهیخته و شاعر ارزشمند یک فاتحه‌ای تقدیم بکنید. انشالله که موفق و پیروز باشید.